بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضور همگی. در این چند روز گذشته همه ما شاهد وقوع حوادث مرگباری در سطح کشور بودیم. یکی از این حوادث لغزش کوه یا لغزش سنگ، سقوط سنگ از ارتفاعات و از کوهها بود، به ویژه در شاهراه کابل جلال آباد. در این منطقه ما دیدیم که راهها مسدود شد، مردم در ترس قرار گرفتند، حتی چندین نفر زخمی شدند، اموال تجارتی آسیب دید، وسایط نقلیه آسیب دید. کشورهای دیگری که مثل افغانستانند، از لحاظ جغرافیای طبیعی که همچین سلسله جبالی دارند، مثل نیپال، هندوستان و پاکستان، اینها به اندازه زیاد تانستند این حوادث را مدیریت بکنند، خطرات را کم بکنند و چرایی از این در این است که اینها تانستند به صورت درست این پدیده را بشناسند، خطراتی رو درک بکنن و وقتی خطراتی رو درک شد تانستن در نقاط مورد نظر او را وقایع بکنن. چی عوامل دست به دست هم میده و مسئله لغزش سنگ، لغزش کور یا اجسام ژئولوژیکی را به وجود میاره؟ همین تصویری که شما میبینید مسیر کابل جلال آباد هست که روز هزاران وسایط نقلیه انجی میگذره. وقتی ما این تصویر میبینین چند عامل بسیار مهم رو میتونیم برشماریم برای که این پدیده خطراتی بالا میره. مثلا اول شیب هست. شیب هرچی زیادتر میشه به مو اندازه چانس یا خطر وقوع لغزش کتلای ژئولوژیکی از این دامنه ها بالاتر میره و اگر شیب بالاتر از 10 درجه باشه خطر بالا میره به مو اندازه و وقتی یک کتله سنگ یک کتله خاک در یک شیب قرار داره، این کتله یا این ذره علاقمند از این هست که به طرف پایین حرکت میکنه. مسئله بعدی این هست که چیز دیگه موضوع تشدید میکنه، وقوع بارندگی های تجمعی در منطقه هست. ما شاید از این هستیم که بارندگی های زیادی صورت گرفت و این بارندگی ها باعث میشه که چسبندگی خاک، استحکاکی که این ذرات با هم دیگر در شیب ها در دامنه ها نگاه میداره او را از بین ببره و از طرف دیگر این قطرات آب و این آب به عنوان بزرگترین عامل در داخل درز و ترک این سنگ ها نفوذ پیدا میکنه و دو موضوع را به وجود میاره. دو موضوع بسیار مهم و حیاتی. یکی ای که وزن سنگ دو برابر میشه. وقتی وزن سنگ دو برابر میشه به اون اندازه جاذبه روی بیشتر عمل میکنه و بیشتر تمایل پیدا میکنه که به طرف پایین حرکت کنه. مسئله دوم این هست که وجود آب در داخل سنگ، در داخل ذرات و ترک هایی که داره موجب از این میشه که مثل یک جک هیدرولیکی عمل کنه و فشار استاتیکی بر خود ذره یا بر روی سنگ بگذاره و او از کوه و از دامنه جدا بشه. مسئله بعدی که تاثیرگذار هست بحث میزان رطوبت هست. میزان رطوبت هم تاثیر بلند داره و در پهلوی از او مسئله خود زمین شناسی منطقه هست. منطقه شمال شرقی افغانستان، مرکزی افغانستان، در اینجا که مرکز تلاقی دو پلت اوراسیا و هند است، شاهد زلزله های فراوان و متعددی هم ساله و این زلزله های متعدد موجب از این شده که درز ترک های فراوان در از این احجار ایجاد بشه و کمترین خطر، کمترین به اصطلاح حرکت، کمترین محرکه میتونه تاثیر فراوان روی دینامیک از اینا بگذاره. در عصری که دیتا یا تصاویر ماهواره‌ای به کمک بشر آماده و کمک میکنه، ما هم توسط نرم افزار یا پلتفرم چشمسار بحث
میزان به اصطلاح استعداد زمین برای وقوع لندسلاید یا لغزش زمین مورد بررسی قرار دادیم. چندین شاخص در پهلوی هم جمع شده. یک اینه که ما بر اساس همان شیبی که هست و ارتفاعی که داره این موضوع مد نظر گرفته شده. مسئله بعدی این هست که میزان بارندگی هست در بارندگی تجمعی که صورت میگیره و بزرگترین عامل هست، چون در این روزهای بارانی ما شاهد از این قضیه هستیم، چون خود آب موجب استعداد از این قضیه میشه. و مسئله بعدی بحث اشباع شدن خاک هست، میزان مشبوعیت خاک هست. این موضوع 3 لایه با هم جمع شده و این لندسلاید سسپتیبیلیتی یا استعداد یا حساسیت زمین برای وقوع لغزش زمین یا لغزش سنگار در اختیار ما و شما قرار داده. و این تصویری که ما و شما میبینید قسمت مپ راه کابل تا جلال آباد از بین این ارتفاعات میگذره و من اگر بیایم بحث بیس مپ در این چی فعال بسازم و میزان اوپاسیتی این لایه رو کمی زیاد بکنم، شما متوجه میشین که قسمت هایی که رنگ زرد داره و حتی مایل به سرخ هست میزان خطرات بلند لغزش کوه یا لغزش سنگار نشون میده. و وقتی ما دقت بیشتر میکنیم میبینیم که مسیر کابل از این منطقه عبور میکنه و وقتی از این منطقه عبور میکنه بیشتر این مناطقی که مرتفعاً استعداد بیشتری برای وقوع لندسلایدینگ داره. در این حالات باید چه کارهای ما روی دست قرار بدیم؟ خب طبیعی هست مسئله اول شناخت هست که ما انجام بدیم، نقاط که چانس یا حساسیت بالایی برای لندسلایدینگ دارن، برای لغزش دارن رو مشخص میکنیم. مؤسسات، سازمان‌ها، ادارات دولتی و محققین و افراد خیریه که میخواین تا اندازه زیاد خطرات در این قسمت پایین بیایه، قبل از اینکه کار انجام بدن طبیعتاً باید از این لایه‌های خطرشناسی استفاده بکنن. و وقتی که لایه‌های خطرشناسی مورد استفاده قرار گرفت، ساحات مشخص شد، ما وارد عمل میشیم و روش مهندسی خود را مشخص میکنیم. روش‌های مهندسی بسیار مختلف هست، من خیلی خلاصه به اونها اشاره میکنم. اول انحراف کردن آب هست. آب باید از مسیرهای یا از کانالهای منحرف بشه تا از نفوذ کردن به سنگ‌ها دور بشه، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مسئله بعدی خود کاهش‌دهی و وقایع سنگ‌ها در ارتفاعات هست. مسئله بعدی میتونه که بسته کردن جال باشه، بولت کردن باشه و حتی مهمتر از این مسئله جنگلکاری، درختکاری در دامنه‌ها هست که این هم یک موضوع بسیار مهم و علمی هست، از همه قابل توجه تر هست و تاثیرگذارتر هست. و هر کدوم از این روش ها بستگی به جغرافیا و منطقه‌ای هست که مورد کار است. برن خوشبختانه ابزار پلتفرم چشمسار این توانایی را داده که ما بتونیم مناطق تحت خطر را بشناسیم، به اساس ولایت مناطق ما تحلیل بکنیم، به اساس ولسوالی تحلیل بکنیم و بفهمیم کدام نقاط بیشترین خطر داره و کدام نقاط کمترین خطر از این بابت یا از این رهگذر متوجه هست. بسیار زیاد تشکر.